مجمع الجزایر بحرین 33 تا جزیره سنگاهکی که مساحت 622 کیلومتر مربعه که بزرگ و اصلی ترین جزیرش بحرینه. این جزیره از زمان داریوش اول و خشایارشاه یعنی 500 سال قبل از میلاد مسیح مال ایران بودن. اما به نظرتون چه اتفاقی افتاد که بحرین از ایران جدا شد؟ سلام، من حمیدرضا هم. اینجا پیج تحلیلگر شوه. انواع تحلیل های روز جامعه و مسائل تاریخی رو تو پیجم قرار میدم. اگه دوست داشتی سابسکرایب کن. بعد از جنگ وحشتناک بین آقا محمد خان قاجار و لطفعلی خان زند، پیاده نظام و نیروی دریایی ایران ضعیف شد. رئیس یکی از قبایل به اسم محمد ابن خلیفه توی بوشهر شورش کرد و استاندار بوشهر رو کنار زد و حکومت بحرین رو تو دست خودش گرفت. انگلیس وقتی فهمید حکومت مرکزی ایران ضعیفه و توان دفاعیش پایین اومده، از فرصت نهایت استفاده رو کرد و ناوگان قدرتمند دریایی خودش رو آورد توی خلیج فارس. این کارو به بهونه مبارزه با دزدان دریایی، مبارزه با تجارت برده و محافظت از شیوخ عرب انجام داد. اما من فکر میکنم قصد پنهانی دیگه ای داشته. انگلیسی‌ها به محض رسیدن شروع به قرارداد بستن با حاکم‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس کردند و شیوخ عرب هم ازشون استقبال کردند. اونا به این تعاملشون ادامه دادن و بین تمامی حاکمان منطقه نفوذ پیدا کردن و قدرتشون بیشتر شد. بالاخره بعد از 27 سال توی سال 1247 محمد ابن خلیفه حاکم بحرین رو از اونجا فراری دادن و به جاش برادرزادش شیخ عیسی رو با نفوذی که داشتن حاکم بحرین کردن. شیخ عیسی چون با حمایت انگلیس به حکومت رسیده بود و حکومتش دست نشانده دولت انگلیس بود، از تمام دستورات انگلیسی‌ها پیروی می‌کرد. دولت وقت انگلیس بهش دستور داد که تمام نشانه‌ها و اسناد حاکمیت و مالکیت ایران رو روی جزیره بحرین از بین ببره. بعد هم تشویقش کرد که غیر از اونها با هیچ کشور دیگه‌ای روابط سیاسی نداشته باشه و قراردادی نبنده. بالاخره حدود 37 سال بعد حاکمیت مرکزی ایران از خواب زمستونی خودش بیدار شد و احساس خطر کرد. صدر اعظم مظفرالدین شاه به انگلیسی‌ها درباره جزیره بحرین اعتراض کرد و خواست که تخلیه‌اش کنن. اما انگلیسی‌ها نه تنها دست از کاراشون بر نداشتن، بلکه به شیخ حاکم بحرین لقب صاحب البحرین رو دادن. از طرفی اونا توی بحرین کنسولگری تأسیس کرده بودن و به حاکم بحرین دستور داده بودن تا به ایرانی‌های مقیم اون جزیره فشار بیاره و اموراتشون رو پیگیری نکنه. این خودش نشون میده که از همون موقع برنامه‌ریزی دقیقی برای جدا کردن بحرین از حکومت مرکزی ایران رو داشتن. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، انگلیس نیروهای نظامی خیلی زیادی رو به منطقه خلیج فارس آورد و مستقر کرد و از این فرصت نهایت استفاده رو برد که موقعیت خودش رو توی منطقه مستحکم‌تر کنه. توی همین حین بین ایرانی‌های ساکن بحرین و عرب‌های ساکن بحرین که طرفدار شیخ عیسی بودن، درگیری جدی شکل گرفت. انگلیس به خاطر این درگیری شیخ عیسی رو برکنار کرد و پسر جوانش شیخ حمد رو حاکم بحرین کرد. حمد حتی از پدرش هم بیشتر قربانگوی انگلیسی‌ها بود. سرگارد دیلی انگلیسی به قدری دستش باز شد که نیروی نظامی بحرین رو منحل کرد و به جاش از هند سرباز آورد و توی بحرین ارتش انگلیسی تشکیل داد. یک کمی بعدش هم با برنامه‌ریزی دقیق ایرانی هایی که پست و مقام سیاسی داشتن مثل شهرداری و دهیاری رو برکنار کردن و مهره‌های خودشون رو جایگزین کردن. دولت انگلیس توی سال 1306 با ملک عبدالعزیز حاکم عربستان درباره بحرین قرارداد امضا کرد که خیالش از دوستی و صلح با اعراب کویت، عمان و بقیه‌شون راحت باشه. دولت مرکزی ایران وقتی از این قرارداد باخبر شد به شدت احساس خطر کرد و یه نامه اعتراضی به کشور انگلیس و یه نسخه برای جامعه ملل فرستاد. متن نامه این بود که دلایل تاریخی زیادی وجود داره که بحرین متعلق به ایرانه. اما وزارت خارجه انگلیس نامه را قبول نکرد و گفت بحرین نه از لحاظ جغرافیایی و نه از لحاظ نژادی ربطی به ایران نداره. انگلیس توی این جزایر تلاش زیادی کرده و با تقاضاهای غیر مشروع رونق و صفا رو توی این سرزمین‌ها از بین نبرید.
زمان رضاشاه پهلوی درگیری‌های ایران با انگلیس درباره بحرین مثل قبل ادامه داشت، اما طبیعتاً نفوذ انگلیس خیلی بیشتر و غالب بود. تیمورتاش وزیر دربار پهلوی به انگلیس 2 پیشنهاد داد. گفت یا یه دادگاه بی‌طرف بین ایران و شیخ حاکم بحرین برگزار بشه، یا اینکه قبول کنید امتیاز بحرین متعلق به ماست و ایران این مالکیت رو به شما بفروشه. انگلیس که نفوذ و قدرتش بیشتر شده بود هیچ کدوم از این پیشنهادها رو قبول نکرد. دوباره تیمورتاش پیشنهاد داد که اگه میخواید ایران دست از بحرین بکشه 10 ناوچه نظامی به ما بدید و بدهی هامون به دولت انگلیس هم بخشیده بشه. اما حتی این پیشنهاد هم از طرف دولت انگلیس رد شد. زمان گذشت و محمد رضا به جای پدرش پادشاه ایران شد و سال 1341 بحرین تبدیل شده بود به بزرگترین پایگاه نظامی انگلیس توی منطقه. 6 سال بعد انگلیس اعلام کرد که میخواد توی 3 سال آینده نیروهای خودش از منطقه از طریق کانال سوئز خارج کنه. ایران از این تصمیم استقبال کرد و تأکید کرد که از حاکمیت بحرین هنوز هم دست بر نداشته. انگلیس برای اینکه بعد از رفتن نیروهای نظامیش از منطقه بحرین به دست ایران نیفته سعی کرد با روش‌های سیاسی بحرین رو برای همیشه از ایران جدا کنه. به خاطر همین 9 از شیخ‌های عرب از جمله حاکم بحرین رو صدا کرد و پیشنهاد داد یک کشور واحد بینشون تشکیل بشه و حاکم بحرین از این طرح خیلی استقبال کرد، اما ایران باز هم مخالفت کرد و اجازه این کار رو نداد. توی همون مقطع یه سری مذاکرات آشکار و یه سری مذاکرات محرمانه بین ایران، انگلیس، عربستان و آمریکا انجام شد و بالاخره شاه ایران با امضای یه توافقنامه از حاکمیت بحرین کوتاه اومد و این موضوع رو توی سال 1347 توی سفری که به هندوستان داشت اعلام کرد. دولت ایران درباره ادعای ارضی خود نسبت به آن سرزمین پافشاری نخواهد کرد. 10 روز بعدش مسئولان وزارت امور خارجه توی جلسه از شاه پرسیدن دلیل این تصمیم شما چی بوده؟ محمد رضا پهلوی جواب داد انگلیس 150 ساله که توی بحرین حضور داره و این جزیره رو به ما پس نمیده. ما هم برای ایجاد ثبات و امنیت توی منطقه ناچاریم از ادعای مالکیت بحرین دست برداریم. دلایلی که شاه ایران بعدها برای دست برداشتن از بحرین آورده این بود که نفت اونجا تموم شده بود، یا صید مروارید دیگه صرفه اقتصادی نداره، یا وقتی ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم اون جزایر دیگه ارزشی ندارن. چند وقت بعد با فشارهای مردم شاه ایران از سازمان ملل خواست که از مردم بحرین همه پرسی انجام بدن که دوست دارن مستقل باشن یا اینکه زیر نظر دولت ایران باشن. از طرفی وزارت معارف و ساواک مردم ایران را از نظر فرهنگی آماده کردند که برای واگذاری مجمع الجزایر بحرین شورشی انجام نشه، شلوغی انجام نشه. به خاطر همین از مقاله ها و روزنامه ها کمک گرفتن که بحرین رو بی اهمیت و به درد نخور جلوه بدن. سال 1349 مدیر دفتر سازمان ملل به همراه یک هیئت 5 نفره از 40 تا خانواده شیخ نشین نظرسنجی کردند و نتیجه رو به سازمان ملل اعلام کردند و هر 15 تا عضو سازمان ملل رأی به جدایی بحرین از ایران دادن و رسما بحرین یک کشور مستقل شد. نکته ماجرا اینجاست که اولین کسی که 1 ساعت بعد از تشکیل حکومت بحرین اونو پذیرفت و به رسمیت شناخت و بهش تبریک گفت محمد رضا شاه پهلوی بود. اگه دوست داری بازم از این مطالب باخبر بشی پیج منو سابسکرایب کن. فعلا خدا نگهدار.